باید که فیلم رو میگه امیدوارم خیلی از علم طبیعی به خاطر همین من به این روز افتادم، با این هم که مجتهد شدم، با این هم که خیلی از نظر علمی پیشرفت کردم، ولی به این روز گرفتار شدم که میبینید حالا مثلا بعد ایشون مرجعی تبدیل باشه تو قوم، ولی تو روستای خودشون در حد مثلا یه امام جماعت و کار کشار هست. خب یه نفرین استاد حالا میفهمه که و تواضعوا لمن تعلمون العلم و تواضعوا لمن طلبتهم منه العلم. میفهمه که هم نسبت به کسی که علم بهش یاد میدی تواضع داشته باش، معلم هستی، استاد هستی، و هم نسبت به استاد تواضع داشته باش. شیخ انصاری که در دوران جوانیش هم حجره ای داشت که اینا با هم تو نجف درس میخوندن،